برو دیگه سیام نکن اینجورکی نگام نکن، اشک دروغکی نریز اسیر اشتبام نکن. حرفات هر روز یه جوره، پاهای تو لب گوره، نمیخوامت مگه زوره، نمیخوامت مگه زوره. دیگه امیدی واسط این در بسته نداره، دروغات جایی توی این دل خسته نداره. بسم هرچی تماشا کردم، غم و غصه تو دلم جا کردم. بسم هرچی ستم کشیدم، مگه من جونمو پیدا کردم، مگه من جونمو پیدا کردم. حرفات هر روز یه جوره، پاهای تو لب گوره، نمیخوامت مگه زوره. ناکس این حرفا خیلی برات خرج داره. حواست هست به صادق ریزه یا نه همینطوری برای خودت میریزی این طرف و طرف و بالا تا پایین نظام و میگی که این حرفا بدون چه خرجی داره. عزبا هرچی گفت که غلط کردم شکر خوردم همش به خودش گفت که یکی دیگه مثل تو نیاد هرچی از دهنش در میاد بریزه جلو. وقت تو میای این وسط واسه من. خواهش میکنم، من فقط خواستم اول برنامه یه ترانه بخونم تا برنامه‌مون از خشکی در بیاد و بیننده‌های از اون حوصله‌شون سر نره. و خودت اینا که اسم کردی که چیز گیر آوردی همینجوری بارش میکنی. وان هست اینجا برو سر سوالات میدم اونجا چی کار میکنی. آیه دکتر، این لودریان وزیر خارجه فرانسه که اومد چرا آخرش کنفرانس خبری مشترک برگزار نکرد؟ من جوابای نظامو بدم تو باید خوشی کلاتو بندازی آسمون هفتم. حالا بیام جواب اونم بدم از خودش بپرس. با تشکر از پاسخ قانع کنندتون. بینندگان عزیز مدیونن اگه فکر کنن این کنفرانس نذاشتن علامت اینه که مذاکره به جایی نرسیده. آیه دکتر، چرا روحانی و ظریف تو رسانه‌های خودمون هیچی نگفتن که چه جوابی دادن بهش؟ دود و دمای خودشونو گفتن ولی جواب خبری نیست. خب اگه واسطن جلوش الان وقتشه که یه پوز اساسی جلو بسیجی بدبخت که مدتی همش تو سر خوردن و تجربه کردن بدن. اگه بای دادن خب نونش هم بخورن که دخل و خرجش اینطوری یه طرفه نشه. دکتر ناکس این سوال یا افشاگریه؟ یعنی الان حتما باید تو لو بدی که علامت تو گرگیر کردنه. خلاصش نظام سر دوراهیه ولی بدبختیش اینه که دوتاش هم بنبسته، چوب و پیاز و 100 تومن. این که شد 3 تا بنبست. خلاصه میخوام بهت بگم که طفلی عزما نه جون داره مخالفت کنه بگه مثلا مذاکره نمی کنم، نه نداره که همراهی بکنه. دوراهی که چه عرض کنم، دو بنبسته ناجور گیر کرده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن که بزبان میون خاطرتون شکر، اگه میخواین دوباره بگین مقام عظما رو اره نشسته که نه راه پس نه راه پیش، پس خواهش میکنم دیگه نگین. 10 بار گفتین تا الان نمیگفتین اون همه میدونستن. ناکس بگه تقصیر منه که رو اره نشسته. این از این عظمای بیچاره که رو اره نشسته تو صدا در نمیاد ولی من که یهو میگم جیغت میره هوا. اینطوری که تو سختش میکنی سوال جواب دادن و انیشتین هم نمیتونه جواب بده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزبادون. عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه از انیشتین پرسید فوت دهن آدم سرده یا گرم؟ انیشتین گفت سرد. مشنگه گفت پس چرا زمستونا که دستمون یخ میزنه ها که میکنیم گرم میشه؟ انیشتین گفت آها ببخشید گرمه. مشنگه گفت پس چرا تو فنجون چایی فوت میکنی داغونک شه؟ انیشتین گفت اگه بگم غلط کردم رفتم دنبال علم فیزیک تو ول میکنی ما رو. روشن شد که باید بفرستم دنبال انیشتین. آقای دکتر نمیتونی جواب بده؟ بگو نمیتونم دیگه. چرا خودتو میکنی انیشتین منو میکنی مشنگ؟ میرم سر سوال بعدی. ولی اگه نمیتونی جواب بدی همون اولش بگو نمیتونم. حالا بی خیال دیگه نظام رو آبه، تو نگران آبروی خودتی. مگه زودپزم که همه جاش میسوزه ولی خودش رو بی خیال نشون میده و سوت میزنه؟ سوال بعدیم در مورد فضاحت این ظریف مشنگ تو فرودگاه کرواسیه. لطفاً توضیح مفصل ندین که داغمون تازه نشه. خلاصه بگین ماجرا چی بود؟ هیچی، اتفاق تازه‌ای نیفتاده. اونجا هم آبروی حیثیت اون رفته بدجور. ظریف بدبخت تا حالا ریشش بلا تکلیف بود، این دفعه خودش رو بلا تکلیف تو فرودگاه ول کردن. میگن SMS زده به طرف حساب کرواتش که من جواد یکی بیاد اینجا سرد ای نامرد.
اونا جواب فرستاده که من وزیر خفه بمیر، جای من گرم دند تو نرم. ممنون آقای دکتر. سوال بعدی رو با یک حکایت مقدماتی شروع میکنم. روزی نادرشاه در گشت و گذار کودکی را دید، با مکالمه کوتاه زیرکیش را دریافت. پس یک سکه زر بدو داد، اما کودک از گرفتن امتناع کرد و گفت مادرم مرا میزند و میگوید از کجا آوردی؟ نادر گفت خب بگو نادرشاه به من داده. کودک گفت مادرم باور نمی کند، میگوید نادرشاه پادشاه سخاوتمندی است، اگر میخواست به تو سکه بدهد یک سکه نمیداد، زیاد میداد و تو رو پیاده راهی نمیکرد. حرف بر دل نادر نشست، یک مشت سکه زر در دامن او ریخت و اسبی به او داد و راهیش کرد. زمانی که نادر قصه را برای وزیرش تعریف کرد، وزیر گفت اولا کلاه سرت رفت مثل چی خرت کرد، ثانیاً این که از بچگی اینطور اختلاسگر است حتما اگر بزرگ شود از وزرای نظام می شود. آقای دکتر ملاحظه میکنین که در این حکایت منظورم مشخص و تحصیل شده است که به وزرای نظام میزنم، نه خدایی نکرده مقام عظمای طفلی بد. ناکس این کلاه رو سر نادرشاه گذاشتی، ولی سر منو که این کلاه نمیتونی بذاری که. هر بسیجی مشنگه میفهمه نظامی که وزیر وزراش دزد آلکاپونی باشن ولی فقیهش پدر جد پدر خوانده است. بعدم داری اشاره میکنی به لایحه اعاده اموال نامشروع. من که حالیمه همین اول کار گرگیر و مالیدی به دیوار به اسم اینکه با عضو کاری نداری پته بدبخت و ریختی رو آب. برای مبوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودم مشنگه رفت آموزش رانندگی. مربی اولش گفت از روشن کردن ماشین شروع بکنیم. مشنگه تا استارت زد ماشین تو دنده بود، همینجوری صاف رفت تو شیشه مغازه روبرویی. مشنگه اومد خونسردی خودش رو حفظ کنه، گفت اشکالی نداره اول از خسارت دادن شروع کنیم. مربی گفت نه از رشوه دادن. افسر که اومد مربی 50,000 تومان گذاشت تو جیب افسره. پرد یه جوری کلوکی کشید که مغازه مقصر شد. روشن شد یا برفستمت تو شیشه مغازه رو به داستان دزدی ها تو نظام آیه دکتر. هیچی، خلاصش اینه که این نصف نظام میگه اون نصف دزده، سند و مدرک محکم هم برای حرفش میاره. اون نصف هم میگه این نصف دزده، اونم سند و مدرک محکمتر برای حرفش میاره. هیچ کدومو نمیشه زد زیرش. با فرمول ریاضی 1/2 به علاوه 1/2 میشه 1. معلوم میشه که همه دزدن دیگه. آی دکتر خواهش میکنم اینطوری نگی. باشه من که اینطوری نمیگم. خیلی ممنون که آبروی نظامو میخرین، ولی خودم سوالم شده که چرا نمیتونن اعاده اموال رو اجرا کنن؟ خب حساب کنن طرف حقوق نجومی هم گرفته باشه، 30 سالم سر کار باشه، بازم به این همه ثروت نمیرسه. مگه حساب کتابش کار سختی آیه؟ معلومه که سخته. برای نسبت نظام ما همه دزدن. همینی که گذاشتن به همین موضوع رسیدگی بکنه مایی 45 میلیون حقوق خودشه. صادق ریزه 63 تا حسابش فقط لو رفته. هر کی هم که بهش گیر بده 63 سال زندان بهش میده. اون وقت میگی سخت نیست؟ هر کی هم رو دست بغل دستیش دزد و حقه بازه. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهموندن دزده رو تو دادگاه داشتن محاکمه میکردن. وکیلش زبل بود. گفت موکل من فقط دستش از پنجره کرده تو یه چیزی برداشته، دستش که تمام خودش نیست. عادلانه نیست برای مجازات یک عضو بدن همه بدن رو زندانی بکنید. قاضی که خودش اند این کارا بود گفت آره موافقم، پس من دستشو به 1 سال زندان محکوم میکنم، میل خودشه که با دستش باشه یا بذاره بره. متهم که جفت اینا سر بود دست مصنوعیشو در آورد گذاشت رو میز گفت خداحافظ شما. قاضی هم دعا زد ای بر قبر پدرت ناکس. خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه این بار مقام عظما رو فقط 1 بار رو اره نشوندین، 1 بار کردینش رئیس دوزا. با یه سری فحش‌های بد و بیرا خوردریز دیگه که نسبت به وضعیت خودش خیلی بهتره. در پایان اجازه میخوام که به جای دعوا اون روی ماهتون رو ببوسید. ناکس بشی خودتو دوست نکن واسه من. خیلی خودمونی شدی واسه که اومدین بدون دعوا تموم کنیم من میزنیم. آخه تو قیمتی که از من میخواد خیلی سنگینه. تو از من میخواد واسه رو میزنیم. حالا دعوا نکنید. بشین بابا